بازی. مثلا فکر کنین که این کارت انتخاب همه این بازی که توی استوری قبلی دیدیم با این دست کارت مخصوص قابل اجرا هستش. این توی این دست کارت همه کارتا با هم دیگه فرق میکنن، همونطور که میبینین. تماشی یه جا به شما میگه استوب، هر جایی که دوست داشت همون کارت رو انتخاب میکنه 10 پیک. من میخوام با یه دونه بشکنم این کارتا رو دقیقاً از همینجا غیبش کنم و این کارت میره توی جیب پشتی من. حالا شاید فکر کنین که من از این کارت 2 تا داشتم و اینجوری شد. guess what you are right، کاملا درست میگیم، ولی من 2 تا ندارم. از این کارت خیلی زیاد دارم. همونطور که میبینین همه دست کارت من 10 پیک هستش و وقتی که اینو میذارم توی جیبم همه چی برمیگرده به حالت اولیه و الان دوباره یه دست کارت نو دارم که میتونم براتون شعبده بازی کنم. امیدوارم دفعه بعدی 10 پیک رو انتخاب آقا من یه دست کارت دارم. اولش ببینین همه کارتا با هم دیگه. قراره با دستای خالی با همدیگه کارت چاپ کنیم. بدون نمونه اولیه احتیاج داریم. خیلی جادویی بازی.